همداران عزیز، با همراهی اکای کاظم عبدالله‌زاده ما تصادفاً دینه در دنقره واخوردیم. امروز به خانه خود دعوت کردم. پشت یک پلو چای هم صحبت میشیم درباره اپارات هایی که از میوه هایی که به بازار نمیبرایند، میوه هایی که میپرتویم، از آنها چی نمود محصولات ها ما میتونیم استحصال کنیم. با اکای عبدالله‌زاده یک هم صحبت میشیم. این کس یک از مهندس، یک از تکنولوژ های بقوت هستند. ما این نوارها رو برای آن میکنیم که شما با او همکاری کنید، در نزد باغ های کلان داشته باشید، یگان سیخ ها شوید، یگان افشورهای میوه برورید، بانکه کنید، اتیکت کنید، برورید در بازار فروشید و ضرر نبینید تا اینکه فایده بینید. مول ما با فروش نرفت گفته در فکر نروید. آقای عبدالله‌زاده خوش آمدید به گروه ما. خوش آمدید. اکنون بگویید که شما چی دستگاه ها میتونید آماده سازید، چی دستگاه ها میتونید وارد کشور کنید که مثال میگیریم آلو، سیب، انار یا که دیگر میوه ها رو کارکرد کرده از آنها چی گیریم؟ یک چهار سخن میگفتید. اینجا الان چیزی که آپارات هایی که من یعنی اینجا دارم و میتونم درست کنم، همین آپارات اولیش که خب ساک پامیدور میگیره، آپارات خیلی میده در هر ساعت 800 کیلو پامیدور رو میریزی داخلش، آب پامیدور ساکشو میگیره، تمام ساک میشد. آب پامیدور ساک گرفت، نمدش میجوشونیم، نمد میشه، تمد میشه، تمد میشه، تمد بسیار خوب، تمیز، بدون دانه. از چند کیلو یک کیلو تمد میگیرید؟ معمولا اینجا من پارسال آزمایشی رفتم از کوسنگی پامیدور گرفتم. پامیدور کوسنگی خیلی قوت زیاده، هر 3 کیلو نیم، 3 کیلو، بعضی وقتا هم 3 کیلو نیم، 1 کیلو تمد. یعنی شما پوست همه پامیدور رو فقط آبش رو میگیرید؟ فقط آبش رو میجوشونید؟ تمعی که درست میکنیم دانه چیزی هم، دانه پامیدور هم نیست داخل، نه پوسته، نه پوست و گوشتش رو میپرتوید، آبش رو میگیرید. حتی همون چیز ضایعات این چیزش هم استفاده میکنیم برای خوراک دام، قاطی خوراک دام، همون پوستش رو خوراک مال حیوان. یعنی که از پامیدور شما تمد میکنید، از 3.5 بگذار 4 کیلو بازه، از 4 کیلو 1 کیلو تمد میکنید. هر 4 کیلو 3 کیلو نیم تا 4 کیلو 1 کیلو تمد است. این فایدهش چقدر است؟ گفت در سر فایده است همه جا. فایده الان ببینید شما مثلا الان به وقت که اگر بریم از کوسنگی ما چی بگیم 1 سامان 1.5 سامان چیز میگیریم، پامیدور رو میگیریم. 4 کیلو میشه 6 سامان. بگذار 10 سامان شد. تمد 1 کیلو تمد، 1 کیلو تمد در بازار الان چند؟ 15 سوم زیادتر باشد. بیشتره. 15 20 سامان. 20 سامانش. تمد این تمد خوب. انا پولی برق و پولی این به نظر داشت این هم با فایده میبیارد. با فایده، بسیار با فایده. از پامیدور فهمیدیم. از انار چی میبرید؟ از انار ما میگیریم، انار آپاراتی داریم، در هر ساعت 1 تن تا 800 کیلو انار درسته میریزیم داخلش، دانش میکنه، پوست را از دانه جدا میکنه، دانه جدا میاد بیرون، این دانه پوستش جدا میشه. خب پوستش که برای خوراک گاو و اینا استفاده میشه، دانهش رو میبریم، ساکش میگیریم، ساکش گرفتیم، دانه هاش هم دور نمیریزیم، نگه میداریم، هسته انار این ساکش میجوشونیم، طمع انار درست میکنیم که یک چیزی از خاصیت های دارویی بسیار داره برای بدن و خوشمزگی بسیار داره، خیلی بامزه تر از طمع اناره و بسیار غذاها رو خوب میکنه و مانند طمعت پامیدور میشد. این هم همین خیلی و در دنیا برای صادرات هم بسیار خریدارای خوبی داره، قیمتش هم بسیار بالاه، دلار میشد. از دانه چی میکنید؟ از دانه، این دانه انار رو میگیرم، من آپارات دارم در همینجا، روغن کشی، روغن اصلی انار رو میگیرم، بعد برای استفاده آرایشی صادر به لوازم این کرم های آرایشی بیشتر از همین روغن هسته انار.
فابریکای وای آرایشی برای کلمه آرایشی اون ضباط‌ها کارخانه‌هایی که لوازم آرایشی می‌سازن بسیار استفاده می‌کنن از این روغن هسته انار. درست. اکنون باز از سیب چی کرده میتونیم؟ از سیب رو چیکار کرده میتونیم؟ از سیب ما میتونیم ساکش بگیریم. ساکش گرفتیم، آپارات‌هایی هست به نام اسپری درایر که این اسپری درایر یک حالتی داره که تمام آب‌هایی که املاح درش هست، چه شیر، چه آب انار، آب هندوانه، هر میوه‌ای به صورت پودر رو در میاره که این پودر ما میتونیم به همه جاها صادر کنیم، هم برای استفاده زمستان. هر پودر انار مثلا میزیم داخل انار هم پودر کده میتونیم؟ انار هم میشه، آب انار همون میشه، بله همه چی. هر همداران عزیز مایعاتی که توش املاح داشته باشه املاحش به صورت پودر. آقای عبدالزاده آزی گفتن که ما از سیب و انار و دیگر چیزا پودر میکنیم، یعنی که پودرش این اکسترات است، این خوکش که از خوکش سوک میسازن در زوادها. درست گفتم؟ خب این بسته‌بندی میشه در سفره‌های مردم در اروپا، در کانادا. هر کی در زمستان میخواد مثلا آب سیب تازه بخره، همین پودر به صورت بسته‌های 100 گرمی در بازار هست، میگیره پودر داخل آب میریزه، میشه آب انار تازه، آب سیب تازه ارگانیک. سیب رو سیب اکنون هر یک نوعش نمیشد، اون نوعهای دیگر هر نوعهای ترشتر در کوره بگمونم. چی رو؟ سیب نوع دارد، نوع شیرین، نوع ترش. اون همون به هر سیب مثلا ترش شیرین یک حالت داره و سیب بسیار شیرین یک جور داره. فرق از آلو چی میشد؟ آلو من در مو پرابلم آلو از آلو ما آلو رو که الان اینجا به صورت این آلو رو ما یک چیزی خشکش میکنه، آبش یک کم میگیریم، بعد آبش گرفتیم به صورت ورقه بین لابلای تلفن میذاریم و اینو بسته‌بندی میکنیم، به بازار میدیم. خیلی چیزای خوشمزه و بهتر از این چیزایی که در بازار استفاده میشه مثل چیپس و پفک که همش چیزای خوبی نیست. خب از این چیزا استفاده میکنن خیلی. این آلوی همه نوع نمیشد، همه آلو نمیشد، این مخصوص آلو است، آلوی سیاه آلو است، آلوی کلوله نه، کلوله نمیشد، نه آلو گرده هم میشه. اون گلوله هم باز به صورت خشک ما میگیم خشکبار. بله اون هم باز در پلاستیک و بسته‌بندی میشد. بله. همین آپارات شما میبرید خودتون میسازید اینجا؟ من خودم میسازم. من هم سازنده آپاراتم، هم تولید کننده این چیزا مواد غذایی که گفتم. همداران عزیز، من بسیار اکن دوام سوال رو اکادمی در کار شد خودتون دید. من تنها شناسایی کردم شما رو با اکای کاظم عبدالزاده. دیگر کدامی با اکای کاظم عبدالزاده یک همکاری کردنی باشد زنگ زنید، من رقم تلفنش رو میمونم، شما همکاری کنید. از دست من آمدگی همین کار بود که شخصی در کاری رو یافته به شما معرفی کنم. آقای عبدالزاده به شما یک جهان تشکر میگم. سلامت باشین. من به شما بگم که این آپارات هم هر کی خواست من میفروشم، سودا میکنم. میفروشه سودا. در اختیار مردم میذارم خودشان برن این کارا رو بکنن. آموزش هم میدم. برن این کارا بکنن. من همداران عزیز دید. آپارات رو کردم میفروشم، میگه درس میتیم، میگه یاد میتیم، خودتون کردن گیرید. خاکن چی لوج من دیگر همین قدر از دست می اومد به شما پیشنهاد کردم. آقای عبدالزاده دست شما درد نبینه. شما تشکر به شما، یک جهان تشکر در پناه خدا باشد. همداران عزیز اگر همین نوارهای من معقول شده باشد پدلیت کنید، یک یا رفیقتون رو نشان دهید یا رفیقتون رو پدپیسکه کنید که بسیارتر خلق یاد گیرد. همین لایک شما من یگان تنگه فایده نمیبینم، لایک شما دیگران میبینن همین نوارا آبونه میشن و میفهمن چی بودگیشه. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.